یک خاطره بسیار قشنگی که یک عزیز برای من تعریف کرد برای شما بیان میکنه. یک جوانی آه سردی کشید، گفت بیا بریم کنار توضیح بدم. رفتم کنار، گفت من یک جوانی بودم که در کنار منقل و بافورها عربده میکشیدم و سر چهارراه‌ها به زور میخواستم تو دل مردم جایی پیدا کنم و مردم منو خوب بفهمند. انقدر پست شده بودم و رذیل شده بودم که پدر و مادرم منو تحمل نکردن، از خونه پرت کردن بیرون. یک شبی میگه هوا سرد شده بود، من تو یک جوبی دیگه سرمست و خمار افتاده بودم و هیچی حالیم نبود. هوا یکم سرد شد، دیگه تاب نیاوردم تو این هوای سرد. گفتم خدایا چه کنم، کجا برم؟ جایی ندارم، کسی رو برای خودم نگذاشتم. پشت سر نگاه میکنم، همه رو باختم، زنم از دست دادم، بچه‌رم از دست دادم، شغلم از دست دادم، آبروم از دست دادم، پدرم از دست دادم، مادرم از دست دادم، رفیقی هم برام نمونده، کسی جواب سلامم نمیده. کجا برم خدایا؟ تمام پلوی پشت سرم خراب کردم، جا ندارم. اما این سرما دیگه نمیتونست رو من فشار آورده بود. گفتم تنها جایی که امشب میتونه منو تحمل بکنه خب مادر منه، اسطوره محبت. اگر او منو جا داد تو خونه، شاید جای دیگه جایی نیست. میدونستم که بابامم احتمال داره امشب خانه نباشه. رفتم با کمال ناامیدی، شاید مادر منو تحمل بکنه. رفتم دم خانه در زدم، مادر اومد دم در. کیه؟ فلانیم. با همون صدایی که یک معتاد داره، میگه صدای پر لرز و پر استرسی هم که باش قاطی شده بود. گفتم منم مادر. تا در رو باز کرد و این جوانی به باد رفته من، صورت ترک خورده من، کمر بالاخره خمیده من، این حالت رو که دید آهی کشید مادرم و من با یک حالتی نگاه کرد. گفت تویی؟ گفتم بله. چی میخوای مادر؟ چیزی برای ما نگذاشتی، برو تو رو به خدا. تو رو میبینم مثل یک کشاورزی که حاصل زندگیش تگرگ زده و همه کشاورزیش از بین رفته، سر زمینش باید بشینه گریه بکنه. تویی که حاصل زندگی من بودی، تو رو که میبینم همین حالت به من دست میده. برو قبامو تازه نکن، برو نمک رو زخمم نپاش، برو هر جا دوست داری برو دست از سرم بردار. گفتم مادر به خدا بیرون برم هوا سرده میمیرم، امشب منو یک جایی تحمل کن. مادر دیگه حتی تعارف خونم نکرد، در وا گذاشت رفت تو. میگه منم پشت سر مادر شرمنده رفتم تو. مادر برای من چای درست کرد. دیگه حرفی نیست که بزنیم، چیزی نمونده برای گفتن. مادر زیر چشمی به من نگاه میکرد و آه میکشید و اشک میریخت. منم به مادر نگاه میکردم و با خودم میگفتم کاش این زمین شقی بخوره، من برم زمین و دیگه نباشم اصلا تو زمین. از خودم بیزار بودم. چه کردم با این مادر بیچاره؟ چه کردم با این احساسات پاک این مادر که باید زیر سایه من امروز مینشست و استراحت میکرد؟ من باش چه کار کردم؟ به هر حال استکان چای دستم بود، یک مرتبه زنگ خانه صدا کرد. مادر گفت پدرته؟ وای به حالت، امشب فکر نکنم که بالاخره جایی داشته باشی. رفت در رو باز کرد، دید بله پدر آمد تو. پدر خسته از سر کار آمده، بالاخره نیاز داره که کانون که خانوادهشو گرم ببینه، نیاز به اینه که بچهشو ببینه و خستگی از برداشته بشه. آمد تو تا منو دید، فوراً در رو کوبید، گفت این فلان فلان رو کی تو خانه را داده؟ گفتم پدر بچه‌تم، میمیرم به خدا. گفت بمیر بهتره. بعد به من گفت اون سگ دم در خانه ما امشب اینجا جا داره، تو اینجا جا نداری، گم شو برو بیرون. میگه منو پرت کرد بیرون، آمدم بیرون. یا الله، تو زمین خدا و تو زیر آسمان خدا، خدا یک وجب جا برای من گیر نمیاد. چه کردم با خودم؟ تو این لحظه میگه اون فطرت خداجویی من یک تکان خورد. با خدای خودم شروع به حرف زدن کردم. برای اولین دفعه تو زندگی خدا گفتم. برای اولین دفعه تو زندگی با یک دل شکسته و چشم اشکبار با خدام حرف زدم. اما مثل که امشب فقط خدا صداشو شنیده بود و مثل این که فقط پیش خدا قیمت داشت و فقط خدا دروازه آغوش رحمت رو براش باز کرده بود.
میگه همینطور تو خیابون داشتم راه میرفتم و با خودم حرف میزدم، خدایا هر که هستم، هر چه هستم بنده تو هم، بد کردم، تو منو خلق کردی و یا الله میخوام برگردم اما نمیدونم کجا باید بیام و چی کار باید بکنم. همینطور سرگردان تو کوچه ها داشتم میرفتم، دیدم که برق یک مسجد روشنه، رفتم به سمتش، از پنجره نگاه کردم، تو همون ساعات نیمه شب دیدم یک عده جوان تو مسجد، یکی سجده میکنه با خداش، یکی قرآن جلوی روش بازه و گویا خدا باش داره حرف میزنه، قرآن میخونه، یکی سجده میکنه و با خدا حرف میزنه، یکی یک طرف نشسته تسبیح گرفته داره ذکراشو میگه. سبحان الله چقدر قشنگ. من میتونستم یکی مثل اینها باشم و با خدا سر و سودا داشته باشم، چه کردم با خدا؟ تو همین حالت بودم، یکی از اینا متوجه من شد، خدا میخواد اسباب هدایت مهیا بکنه. میگه اومد بیرون از مسجد تا منو دید، حالت منو دید، چه خبره؟ گفتم اینطور شده. خود برای من از محبت خدا گفت، از عظمت خدا گفت، از توفیق پذیری خدا گفت و از این که خدا آغوش رحمتش برای همه بازه و از من خواست که اعتیادم رو ترک بکنم. من که دیگه همه چیز رو تجربه کرده بودم و به انتها رسیده بودم، دیگه حرف اینو گوش کردم، سخت بود مدتی تا اعتیاد رو گذاشتم کنار. بعد با اینو همراه شدم 3 روز، 7 روز، 40 روز، 4 ماه و بعد 4 ماه تموم شد، گفتن آقا برگرد تمومی دیگه. گفتم نه، همین قدری رو که در راه بغاوت و سرکشی صرف کردم، اگر بیشتر از این نه لااقل همین قدرشو باید به این خدا بدم، این خدایی که منو به این راحتی پذیرفت. بعد رفتم 1 سال، بعد از 1 سال برگشتم، حالا عوض شدم، حالا سیمای سنته، حالا نور صالحین تو چهرمه، حالا صحبتای قشنگی که امشب از من شنیدی اونا تو صحبتام آمده. و بعد پدر و مادر خبر ندارن من چه کار کردم و کجا رفتم و براشون مهمم نیست که من چه کار میخوام بکنم و کجا میخوام برم، خسته شدن از من. بعد از این گفتم من برم از پدر و مادرم سری بزنم، هنوز خبر ندارم. در زدم، مادرم با همون صدای لرزانی که پیر شده بود دم در 2 مرتبه گفت کیه؟ گفتم مادر منم. باز با یک افسوسی گفت باز تو؟ گفتم مادر در رو باز کن، این دفعه من فرق میکنم. تا در رو باز کرد، فکر کرد نامحرمیه، فکر کرد این کیه؟ چهره معتاد دیده بود، چهره دوست خدا ندیده بود، چهره یک نفری که کنار نشه کریستال و کراک اونو دیده بود، چهره یک نفری که با نشه قرب خدا 1 سال زندگی کرده بود ندیده بود، اصلا توقعی اینو نداشت که این بچهش باشه. اصلا مادر نوحرم نیست، منم فلانی هم. 2 مرتبه نگاه کرد. مادرم گویا که خدا بهش جان دیگه ای داده بود و روح دیگه ای داده بود. منو به بغل گرفت و معانقه شد و مصافحه شد و دست منو گرفت و فشار داد و منو برد پیش بابا. چرا ای بنده آسی در این درگاه نمی آیی؟ الله چرا وقت پریشانی به سوی ما نمی آیی؟ جمال محمد صلوات امشب قلبهای تکان خود برای خدا، اگرچه تن ما تکان نخورد و اگرچه که تن نلرزوندیم اما دل برای خدا لرزوندیم، اگرچه که از لذت نفس محروم بودیم اما لذت دل رو چشیدیم، اگرچه که نفس رو راضی نکردیم اما انشاءالله خدای خودمون رو راضی کردیم.